حرم پیمودت ره سویش طواف آورده بر کویش صفا چون گل کند بویش صفاها گیرد از رویش به یاد لعل لبهایش کند رفع آتش زمزم. با تشکر زیاد از برادر عزیز ما قاری حسین امیری همکنون مختصراً برنامه امشب به سمع شما میرسانم عزیزان. برنامه امشب ما قرار زید است. در ابتدا شعرخوانی و مداحی داریم و سپس مسابقه قرآن در بین اطفال خرد داریم از دخترها و بچهای خردسال. دیگه اینا توجه داشته باشند مادرها و پدرها که امشب مسابقه حفظ قرآن در بین اطفال وجود دارد. بعد از اون قرآن کشی به نامهای مبارک محمد و یا جعفر و صادق هم داریم که جایزه‌ای در نظر گرفته شده و بعد از این البته 50-50 که همین گروه سرود ما آماده شده یا نشده. قبل از سخنرانی که انشاءالله آماده شده باشند اینا چی خوده سرود خودان و خوانش میگیرن قبل از سخنرانی و بعد از اون هم سخنرانی داریم و در آخر هم نظر است. بر محمد و آل محمد صلوات. در گلشن سرسبز رسالت گوید بر چهره گلبوی محمد صلوات. در عرش گشوده اند باب برکات بر احمد و محمود محمد صلوات. هر دیده که بیند رخ زیبای محمد و سجده رود شکر کند خالق سرمد. از یمن قدومش
از یمن کدومش همه عالم شده گلشن، چون خنده نشست روی لب مادر احمد. کام کچھ ایسے ادا کرتا ہوں، حق عقیدت کا میں کچھ ایسے ادا کرتا ہوں، یا علی کہہ کے محمد کی ثنا کرتا ہوں، قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، قیمت سر ہو اگر تیری زیارت آقا، بخدا شوق سے میں جان فدا کرتا ہوں، بخدا شوق سے میں. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاره عید رخشید سراسر نور امید، ستاره عید رخشید سراسر نور امید، بهار من قرار من نگار من که خود مطلب ندیده، چه مسرورم ز غم دورم که آن نورم به قلب ما دمیده. حبیبم لا حبیبم لا حبیبم مدد یا رسول الله، حبیبم لا حبیبم لا حبیبم لا مدد یا رسول الله، ز روی دلبر من شده هستی چه روشن، ز روی دلبر من شده هست. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في قرآنه العظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. یا شما روزه دارید یا گوش ما کر شده. این صلوات ها به درد هیچ کس نمیزنه. الحمدلله 80-70% مجلس ما، جمعیت ما جواناست. این انرژیتون کجا رفته؟ یک صلوات بگید که به دردتون بخوره. ما به حمدالله و المنه 2 ماه عزاداری را سپری کردیم و احسن ود عزاداری کردیم، با کوری چشم کج اندیشان و دشمنان ما و شما. بعد از این برنامه‌های شاد شروع شده. انشاءالله البته من مریض هستم، به طرف من نگاه نکنید، سعی نکنید، ولی شما قیافه‌تان را یک مقداری بشاش کنید، شاد کنید که انشاءالله مجلس ما شاد شود. برای سلامتی برنامه حفظ 40 حدیث ما برای برنده 200 اعلام کردیم. قبول دارید شما؟ چند اعلام کردیم؟ آفرین، حق گرفتنیه.
یاد بگیرید. خلاصه برای برنامه 40 حدیث 2000 کرون اعلام کردیم. البته کرون نروژی نه دانمارکی. درسته؟ که میشه 17-18 کرون دانمارکی. خب دانمارکیه بر خطا نشید. انشاءالله هر نفری که 40 حدیث را حفظ کرده باشه به اینجا بیاید بخوانه، مشمول این جایزه میشه. البته من نه این پول دارم و نه این جرأته. من به همت شما و یکی از مؤمنین در همین جلسه خلاصه تقبل کرده، متاسفانه امشب تشریف نداره. نمیدانم مریضه مثل من یا خدای نخواسته کدام مشکلاتی برش پیش آمده که مشکل پیش نیامده باشه و مریضم نباشه. دیگه الان ایوهانین ما هر دو برنامه را شروع میکنیم. توکل بر خدا. تا به حال ما هیچ کاری إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آفرین. إذا صرف العقل وسمك وكر عذابنا. آفرین. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر. خوبه. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو أبتر. ماشاءالله. واسکو. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر حاسد إذا حسد. آفرین. ماشاءالله. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك هو الأبتر. قبول کنیم؟ سلامات بو بین آقای. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل آفرین. ماشاءالله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آفرین. ماشاءالله.
خدا من مهسا خونزاده هستم. آفرین. من 1 ماه پیش شروع کردم. بعد اول از اینترنت پیدا کردم در مورد موضوعی که انتخاب کرده بودم. آفرین. بعد اونا رو حفظ کردم. خدا خیرت بده. بسم الله الرحمن الرحیم. یکم عقب‌تر خب شروع. بسم الله الرحمن الرحیم. در مورد اخلاق. احبکم الله احسنکم اخلاقا. محبوب‌ترین شما نزد خداوند خوش اخلاق‌ترین شماست. آفرین. این همه ما یزین الاسلام اخلاق حسنة فیما بین الناس. آفرین. مشکل نداره. آهسته. این همه ما یزین الاسلام اخلاق حسنة فیما بین الناس. خوش اخلاقی در میان مردم زینت اسلام است. کفا که ادبا تجنب کما تفلت من غیرک. برای ادب تو همین بس که آنچه از دیگران نمیپسندی از آن دوری کنی. آفرین. سعی الخلق کثیر التش منافس العیش. آفرین. انسان بد اخلاق انسانم. آفرین. و به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی نماید. ان الله تعالی یزید فی امر الرجل ببر الوالدین. خداوند متعال به وسیله نیکی به پدر و مادر بر عمر انسان می‌افزاید. الجنت تحت اقدام امهات. بهشت زیر گام‌های مادران است. ماشاءالله. من قبل بین عین امهی. ماشاءالله. من قبل بین عین امهی کان له سترا من النار. آفرین. هر کس که پیشانی مادرش را ببوسد برای او به حجاب خواهد بود در برابر آتش. احسن. ماشاءالله. دعای والد لولده که دعای نبی لأمیه. دعای پدر برای فرزندش همانند دعای پیامبر است برای امتش. در مورد نماز. الصلاة نور المؤمن. نماز نور المؤمن است. الصلاة معراج المؤمن. نماز معراج المؤمن است. این الصلاة قربان المؤمن. همانا نماز وسیله نزدیکی انسان به خداوند است. علم الایمان است صلاة. نماز نشانه ایمان است. علم الاسلام است صلاة. پرچم اسلام نماز است. درباره قرآن. لا تطلب الهدى فی غیر القرآن فتضلوا. هدایت را جز در قرآن مجویید که گمراه خواهید شد. حضرت پیامبر به حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند یا علی سید الکلام القرآن. بهترین سخن قرآن است. حملت القرآن عرفای اهل جنة. حاملان قرآن معروف در این اهالی بهشت هستند. آفرین. 45 شد. خب والا چی بگویی؟ باور کو زبان بند میفته. در این شرایط در اروپا خلاصه پیدا میشه. من خودم یک دفعه خاطره بزرگ درازی میگذاریم از این. به هر حال پدر مادرها توجه کنید، هر چیزی اگر ما و شما بخواهیم شده نیست. نگویید نمیشه، میشه، اما یک مقدار کاری چیز فوق‌العاده میکنه که داخل انشالله همونطوری که توجه دارید بیشتر توجه کنید که انشالله رحمان همین بچه های ما و شما، فرزندان ما و شما از عقیده و دین و احکام و مذهب و خلاصه خدا و پیغمبر و احادیث بیگانه نباشه و اگر غفلت کنیم باور که تاوانی بر ما و شما خواهد آمد که نه ما جوارش خواهیم کشید که نسل در نسل ما جوارش خواهد کشید. خواهرها جوانان و جوانان کل شما خدا را سپاسگزار هستیم که ما همچون جوانا و نوجوانای را انشالله داریم. ما شخصا غبطه خوردم در امی 40 حدیث گفتن ای دختر عزیز که 40 حدیث با عربی و ترجمه فارسیش گفتن. این سال مشکل است و ما به عنوان خادم شما مردم و دیگر دوستای ما که همکارم هست با خود میبارم، افتخار میکنم که ما تانستیم که زحمت ما هدر نمیره.
کوشش ما هدر نمیره. یعنی که ما می برنامه ها را همیشه تاکید داریم که موفق باشیم و این موفقیت ما عامل مهمش همکاری شما برادرها و مادرها و خواهرهاست که با ما همکاری میکنین که اینمی موفقیت ها رو به دست بیاریم. من واقعا امشب افتخار میکنم به این دختر خانم برای سلامتی پدر مادر و ارواح اجدادش یک صلوات محمدی ختم میکنیم.